امروز خیلی از ما یک دشمن مشترک داریم. نه بیکاری، نه گرونی، نه آینده نامطمئن. واقعیت اینه که بزرگترین دشمن ما ذهن ماست. ما ایرانی‌ها به خصوص نسل جوان با یک طوفان پنهان زندگی می‌کنیم. فکرهایی که نیمه شب حمله می‌کنن. استرس هایی که دلیل مشخصی ندارن. مقایسه هایی که اعتماد به نفس رو از بین میبره. ترس از آینده‌ای که همیشه مبهمه. و این حس خفه کننده که انگار هیچ چیز توی کنترل ما نیست. خیلی همون این تجربه رو داریم. در یک لحظه همه چیز آرومه، اما یک فکر کوچیک کل روز رو خراب میکنه. نکنه شکست بخورم، نکنه کافی نیستم، نکنه همه چیز اشتباه پیش بره. این جنگ بیش از این که بیرون اتفاق بیفته، در درون ما در جریانه. و عجیب این که این مشکلات جدید نیستن. 1800 سال پیش مردی در اوج قدرت وسط جنگ، خیانت و بیماری همین دردها رو تجربه میکرد. اون مرد مارکوس اورلیوس بود. و به همین دلیل امروز در قسمت جدید پیروزش میخوام درباره موضوعی حرف بزنم که هم خودم باهاش جنگیدم و هم میدونم بخش بزرگی از شما باهاش درگیرید. کنترل ذهن. مارکوس یک جمله داره که پایه کل فلسفه ذهنه. کیفیت زندگی تو نتیجه کیفیت ذهن توه. اگه ذهنت در آشوبه، هیچ چیز بیرون از تو قرار نیست آرومت کنه. و اگر ذهنت آروم باشه، حتی وسط سختی ها هم میتونی محکم بایستی. بیشتر رنج های ما از اتفاق ها نیست، بلکه از برداشت های ما از اتفاق هاست. یک پیام دیر جواب داده میشه، یک نفر سرد برخورد میکنه، یک پروژه‌ای اونجوری که باید پیش نمیره. اینها فقط اتفاقن، اما ذهن ما درباره اونها داستان میسازه. حتما من مشکل دارم، حتما دوستم ناراحته، حتما من کافی نیستم. مارکوس به این میگفت بردگی ذهنی. یعنی ذهنت هست که تو رو میکشه، نه واقعیت. اما خبر خوب اینه که ذهن قابل تمرین و قابل بازنویسیه. همونطور که بدن با ورزش قوی تر میشه، ذهن هم با تمرین قوی تر میشه. مارکوس برای خودش یک جمله رو تکرار میکرد: اگر چیزی بیرون از ذهن منه، قدرتی روی من نداره. نه حرف بقیه، نه قضاوت، نه ترس آینده، نه اشتباهات گذشته، هیچ کدوم قدرتی ندارند مگر اینکه من به اونها اجازه بدم. و این نگاه ریشه فلسفه‌ایه که مارکوس بهش تعلق داشت: رواقیگری. اما بیایید ببینیم که رواقیگری دقیقاً چی هست. رواقی‌ها یا همون استوئیک‌ها یک اصل طلایی دارن: اتفاق‌ها خنثی‌اند. این ذهن ماست که اونها رو خوب یا بد تعبیر میکنه. این یعنی این که همه زندگی ما نتیجه برداشت‌های ذهن ماست، نه لزوماً واقعیت‌ها. مثلا اتفاق اینه که پیامت دیر جواب داده میشه. ذهن میگه حتما ناراحته، حتما من کافی نیستم، حتما رابطه ها مشکل داره. یا برای مثالی اتفاق دیگر رو در نظر بگیریم. توی کارت یک شکستی رو تجربه میکنی. ذهن میگه من همیشه خراب میکنم، من نمیتونم موفق بشم، بقیه خیلی بهتره. ذهن مثل یک مترجم ناسالم اتفاقها رو اشتباه ترجمه میکنه. انسان‌ها از زخم‌های بیرونی نمی‌میرن، بلکه از معنایی که ذهن به اون زخم‌ها میده رنج می‌کشن. اگر ذهن تو به زندگی تو یک معنایی رو میده و معنی ساز هست، پس باید یاد بگیری چطور بهش جهت بدی. مارکوس یک تمرین ساده اما فوق‌العاده قدرتمند داشت: توقف 1 ثانیه‌ای. قبل از اینکه فکرهای منفی تو رو بترسونن، 1 ثانیه مکث کن و از خودت بپرس: آیا این موضوع واقعیت داره یا ذهنم داره داستان میسازه؟ این 1 ثانیه مثل کشیدن ترمز قبل از سقوطه. با همین مکث نگرانیت نصف میشه، عصبانیتت کم میشه، تصمیم‌های اشتباهت به مقدار زیادی حذف میشه و ذهن واکنشی تبدیل میشه به ذهن انتخابگر که توی ویدیوی قبلی راجبش صحبت کردم. این تمرین رو هر روز انجام بده. در گفتگو، تصمیم گیری، ترس، شک، مقایسه، همیشه 1 ثانیه برای خودت نگه دار. حالا که فهمیدی ذهن چطور داستان میسازه، باید یاد بگیری چطور این ذهن رو دوباره برنامه ریزی کنی. مارکوس یه روش داشت که امروزه اسمش رو گذاشتن ریفلکشن تراپی. اون هر شب از خودش 3 سوال میپرسید. سوال اول:
امروز کجا احساساتی شدم؟ سوال دوم، امروز کجا ذهنم من رو فریب داد؟ و سوال سوم، فردا چطور میتونم انسان بهتری باشم؟ ذهن ناخودآگاه با تکرار و توجه تغییر میکنه. وقتی هر شب این 3 سوال رو میپرسی، الگوهای فکریت رو میبینی، نقاط ضعفی ذهنت رو پیدا میکنی، ذهن واکنشی آروم آروم خاموش میشه و کنترل برمیگرده به خودآگاه. این یعنی بازنویسی ذهن. وقتی این مسیر رو شروع میکنی، تغییرات کوچیکی میبینی. کمتر میترسی، کمتر مقایسه میکنی، کمتر اسیر نظر بقیه میشی، تمرکزت قویتر میشه، تصمیمات منطقی تر میشه و احساس ارزشمندیت برمیگرده. و یک اتفاق عجیب میافته. دنیا همون دنیاست، اما تو تبدیل میشی به کسی که دنیا نمیتونه تکونش بده. این همون چیزیه که مارکوس اسمش رو گذاشت آزادی درونی. آزادی که هیچ کس نمیتونه ازت بگیره. اینها تئوری نیستن. اگر وارد زندگی نشن هیچ چیز تغییر نمیکنه. پس این روتین ها رو کم کم وارد روزت کن. توقف 1 ثانیه‌ای، بازبینی شبانه، جدا کردن واقعیت از تفسیر و پرسیدن سوال های درست از ذهن خودت. اینها مثل یک سیستم دفاعی برای ذهن خودت و زندگی تو عمل خواهند کرد. از امروز ازت میخوام که این کار رو انجام بدی. یک فکر منفی رو شناسایی کن. 1 ثانیه مکث کن. از خودت این رو بپرس که آیا این فکر واقعیه یا اینکه ساخته ذهن تو؟ اگر واقعی نبود رهاش کن. تاکید میکنم اگر واقعی نبود رهاش کن. اما اگر واقعی بود سعی کن که برای واکنش به اون یک اقدام کوچیک انجام بدی. اگه این کار رو 30 روز انجام بدی احساس میکنی انگار ذهنت یک لایه جدید پیدا کرده. اگر این ویدیو برای شما مفید بود ازتون میخوام که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، نظرتون رو کامنت کنید و ویدیو رو برای کسی که فکر میکنید بهش نیاز داره بفرستید و به اشتراک بگذارید. در حال ساخت یک سری کامل بر اساس کتاب مدیتیشن مارکوس اورلیوس هستیم. پس توصیه میکنم همراه ما باشید و ویدیوها رو دنبال کنید. اینها فقط یک سری ویدیو نخواهند بود، بلکه شروع یک سفر درونی برای شما خواهند بود.